شنوبین ارچه جون ارچه تازه آمدی به خانه ما مهمان آمدی شوخچه هایت رو با بازیچه ها آرو بیداده تو شبی زیبو سالی نبی میلادی مبارک. السلام علیکم دوستان عزیز. برنامه سالی نوی شنوبین است. این لحظه ما همه قدر خرسند هستیم که چون که سالی نوی میلادی فرا رسید. سال 2021 آرزو میکنیم که همه چی بدی ها چی نابرباری هایی که بود در سال 2020 ماند و سال 2021 رو سال موفقیت فیض و برکت با آرزوهای نیک پیشواز گیریم. سال نو میلادی مبارک باشه دوستان عزیز. مبارک باشه. امروز ما با شما در این برنامه شنوبین، در برنامه سالی نوی شنوبین، نصرالدین اسدالله سورا بگم نظرزاده کیومه معرفی کردیم پخشید و مجای سلطانزار رو بیا گفت زده دوستان عزیز. برنامه سال نوی است و سال نو کیه دعوت میکنیم؟ بید یک کار میکنیم دعوت میکنیم منا تو آمدی چیکار میکنیم؟ چه دعوت میکنیم؟ الان من آمدم با چیکار میکنیم؟ این دعوت میکنیم سری گروه چه دعوت میکنیم؟ بابای برفی بابای برفی رمزی سال نو این بابای برفی است. بابایی که با ما توفه میبیارد و ما کودکیمون رو بیاد میاریم. مهمان برنامه شنوبین بابای برفی بابای برفی بابای برفی بابای برفی. سلام بابا جان سلام. نبرای شیرین بابا یک کسی نبرای شیرین بابا. اولا همه شما رو، تمامی مردمی تاجیکستان رو و تمامی دنیا رو به فرارسی سال نو تبریک میگویم. با همه اونها عمری دراز، تنی صحت، وقتی خوش و در همه کارها، در تمامی کارهایی که دارن موفقیت ها و برارها رو آرزو میکنم. آفرین بابا جان رحمت تشکر. سوال چه ممکن می؟ من بابا جان سوال بابا جان ما میخوایم که درباره بابای برفی کی تولد شدن، در کجا تولد شدن؟ سال 1901 در شلاق تخت در گفتن که در انتارکتیدا در اویلای برف پدرشون برف مادرش آب پدرش برف خودش یخ با دنیا آمدن و هر سال یک مرتبه با تمام دولت ها سفر دارن مخصوصا به همین تاجیکستان. برای شما توفه های مخصوص آوردن اما با یک شرط. از روده شرط ها که برمدید صاحبی توفه میشوید. نبره شیرین بابا کنه نبره شیرین. من نام شما چی بود؟ نام شما چی بود؟ نامی من امید جان. امید جان کنه یک شعر برای باباش کن. امید جان برای باباش یه شعر خوان. باباری باباش Наступает Новый год,
Даже взрослых сказка ждет. И как в детстве мы чудес ожидаем от небес. Поздравляю! Всем счастья желаю. Ура! Дед Мороз в Новый год любви и деньги принесет. این کتاب برای میتونیم که همه وقت خوانی و دانا شوی در بین تمام جمعیت سربلند شوی. تشکر. اکنون که نبره شیرین بابا شما شعر نگوید. ما مایلش یا غزال بگو. فقط تمپو فرق. بابای برفی ناصرالدین تمپا فرو تماشابین گیره داره. ناصرالدین تمپا فرو تماشابین گیره داره. خیلی بابا فرشته بود فقط مویزن کی داشت مویزه اما خود خبر نداشت. بابای برفی فرشته بود. بابام فرشته بود فقط موی سر نداشت. چه بابا جان؟ توفه برای شما نیست. من خودم ایجاد کردم. که اومده کدام نویسته. شعر نقص خان کتاب گیر. بابای برفی از که گذشتی بابا بی مجیدی سلام خطاش نیامد. این دفعه چی؟ بیدی خطا دیدی؟ دیدی این دفعه دیدی؟ نه بینم خطاشو میبینم. این دفعه بینم بول نشو. خطت سپارم بول نشو. شد تمام شد ابوالعز انا این کتاب سپیدانای این کتاب است. این برای نبیرم نصرالدین جان تا که بخواند و باز هم بخواند. خب دوستان عزیز در من یک کتاب به دست من رسید که توراخان احمدخانوف نویسندهشان دراماتورگ رژیسور قصه های رنگین که در اینجا دراما ها در اینجا هستن و چند نمایشنامه نوشتن. تشکر بابا جان. من سایری معنی کنه کنه برای توفهی بابای برفی هستم. خوش هم شعر میدونی؟ کنه خون من به نهایت شعرهای زیاد از خود کردم. خواندن گیرید گرمایی بخوری گرباده خوری تو با خیرمندان خور یا با سنمی لالاره که خندان خور. بابا جان قبول است؟ نه شعر با معنی خون. خیام خونده دیگه با منی خون. مای میخوریم خیام های میگه با معنی شعر را شکسته نیستم. امانی گفتنش کی یعنی که همین درباره سال نو بابای برفی هم خیلی یاد نظر داری با معنی شد. من نمینوشم. بابای برفی تازان آمدی به خانه ای ما مهمان آمدی شاخچه هایت را استوی خیلی چجور بابای برفی شاخوی نشیدن نه دیگه شعر درست خان. شعر درست؟ ما کتاب میتونیم برای همی که خانه شعر درست خانه تا جهان بود از سری آدم فراز هرچه نداره دیگه نوروزی ده میخونن خیلی شده. خب امروز کی ساقی چمن نرگسی مست است. امروز کی ساقی چمن نرگسی مست است. بلبل شده گوینده و گل دایره دست است.
ای بلبل شده گوینده بلبل دایره دستر برخور شکر بندد این طرفکی شبها درررر درندن سولنوی چیه؟ سولنوی خانم داشت زبان روسی رو میدونی ها؟ میدونم کنش نگو کنش زبان روسی چی میشه؟ چی میشود؟ دوش با زبان روسی کتاب زبان روسی چی میشود؟ کنیگا آفرین کتاب نام کتاب است کی؟ گارگونی چی میشه؟ از باشین گدو چی میشه گرگونی؟ بعد نفهمم خانم میفهمم با میگم اولا چی میشه بابا بعد جواب احمد خان نمیره شیرین بابا بعد اومده بامون نخون حتما تشکر فرود خوندن شعر خوندن قصیده نخوندن اما اکنون حوزی وقتی اون رسیده است که ارچه سالگی را فروز حالا چی خیر اینا بر سببه که ارچه ما خط ناقل ندارد من همچه الکتریک برفی با شما نمی را فروزان میکنم کنی؟ سهراب میخیزی وقتی که ما یک جا اگر که بگیم ارچه فروزان شد تو یک چشم میپوشی یک چشم میکشوی انا میخیل میستی ها اینطوری ارچه وقتی که ما همراه نبیرم اومه جان ارچه فروزان شد شما چیکار میکنید؟ شما از سهراب خیل میسته شما از قفای سهراب دستاتون قطعی وای میکنید نگاه کن من نشان دادم که چی خیل ما یک جایه میکنم نه ما فروزان میکنیم ها یک دو سه ارچه سالی نوی فروزان شد یک تایی تقسیم کن به همه نبیره ها یک تا خودت گیر دو تایی نگیرن یک تایی اگر همه دستا با پشت فقط با دهان همه دستا با پشت دستا با پشت بابای برفی مرا کشت کسی که یکم اگر اولی شده همین پوفک ها رو کفانت صاحبی توفه می شود خب یک دو سه رفتیم ها نمی قپی نقب دست قفو رفتیم ها سهراب کله ها از بازی ببرین شما برو باده با سورو کپیتان ممکن است نصیری تام کسی اگر نکپم دیگه اگر همین سورو کپنا تو توفه ما تشه سخمه نگه بچه بیو ایست پدوید نک سورو مردک یا ما بوده هر دومون سورو سرسیمه نشاو اساش سرسیمه نشاو سورو بارم شاو انا مخی مردم که قایا نفس بگی
نخ آرام شو فکر دندونت قوی یک دم کی نه سوراب نخ آرام آرام خیلی تا آخیره کم تر دیگه موندگه سوراب رفتید در تاریخ سوراب نام در تاریخ میمونم در کامیرا اینا همه تماشا نگاه در کامیرا که خوندید سوراب تا آخیره نه دخل دویسه سوراب نخ سوراب تا آخیره مرده گوری تا آخیره تا سوراب اگر که شاید من خط موندیم ما رواق سوراب قریب سوراب نخ سرته سوراب نه سرته سوراب بیا از سر نمیکنه که نه یارون کسا توفان نمیتیم چون که از مدت بازی نبرمده روزی یک بازی دیگه داریم سوراب انامو وایو را بیار تقسیم چهار را بیار هرچی بازی میکنن من تماشا میکنم بابای برفی من حاضر بیام بسید اینجا نویسشین ما یک دوسته میگیم کسی اولش ده دستا تو پشت اولش ده همین شکلات رو کو شاید با دهانش و خورم صاحب توفه میشوند قولی بازی یک دو سه رفته ناصرالدین لیکن ناصرالدین چمپیون شد کیم شکلات خود تشکر بینویت کن من شما می ندارم تشکر زیاد بابا جان تشکر زیاد که شما دعوت ما رو قبول کردید آمدید ما رو خرسند کردید از همه مهمش توفه های بهترین درست تشکر میگویم مخلصان برنامه شینوبین رو خرسند کردید برای مخلصای ما یک تمنیات کنید بابا جان همه شما در برباری ها پیشروی ها تشکر بابا همه وقت صحت و سلامت باشید سربلند باشید و زندگیتان آباد باشد من که نبره های دیگر مرا انتظار هستند من به نزد نبره های دیگر هم میروم با شما خیر و خوش میکنم سال دیگر باز به نزد شما میایم خیر نبره های شیرین خیر ما بابای برفی تمام نمیتیم ایستو بس بابای برفی دوستان عزیز شما برنامه شین و بین رو تماشا کردید با شما بودیم سهراب اگم نظرزاده نصرالدین اسداللهف امیدجان سلطانزاد و بابای برفی هنرمند تئاتر لاودی صبحام کریم بابای برفی خودمونه برای شما سال نوتان مبارک باشد همیشه صحت مند باشید سال نو مبارک سلوت شنوبین Shino,